خب قبل از هر کاری یه فنجون قهوه می نوشیم تا با انرژی کارمون رو شروع بکنیم. من مواد لازم رو داخل کپشن براتون نوشتم. اول از همه شیر و شکر و خمیرمایه رو مخلوط میکنیم و میذاریم تا خمیرمایه عمل. بعد 2 تا تخم مرغ رو هم میزنیم، بهش کره آب شده شکر اضافه میکنیم و خمیرمایه‌ای که توی این 10 دقیقه عمل اومده رو بهش اضافه میکنیم. حالا آرد رو کم کم روی موادمون الک میکنیم و اون رو روی سطح کار میاریم و خوب برز میدیم. حالا سال هاست که دیگر هیچ نامی به مقصد نمیرسد. روی خمیرمون رو میپوشونیم و تو جای گرم 1 ساعت استراحت میدیم. توی این فاصله میریم که مواد داخل اشترودلمون رو آماده بکنیم. برای مواد داخل شما از هر چیزی میتونین استفاده بکنید. بعد از 1 ساعت خمیرمون رو در میاریم و به این صورتی که داخل فیلم میبینین برش میزنیم و از مواد و بعد از رومال کردن داخل فیلم میذاریم و اشترودل ما آماده است. تازه نعنای نو رسیده میآید. پس بگو قرار بود که تو بیایی و من نمیدانستم.